اما دیگه مادره. مادر کسیه که تو را در بطن خود میپروراند. مادر کسیه که تو را لحظه فراموش نمی کند. مادر کسیه که خدا او را از پدر جدا ذکر می کند. در والدین هم پدر ذکر و هم مادر، اما مادر را الله جدا ذکر می کند تا احترام ویژه برای مادر گرفته شود. این مادر چقدر ارزش و بها داره عزیز من، جوان عزیز و بزرگوار. تحملی که مادر داره پدر نداره. یک واقعیت است عزیزان، بیاییم قبول بکنیم. تحملی که مادران دارن پدران ندارن. که شب پدر بلنج تا صبح به خاطر فرزندش خیلی کم و به ندرت میبینیم، اما این مادره که خواب بر خود حرام میسازد. این مادره که آسودگی بر خود حرام میسازد. این مادره که بستر نرم و گرم را رها میسازد. این مادره که تا نیمه های شب تا صبح حتی به خاطر فرزندش بیداره. این مادره که اگر دست تو زخم بشه قلبش آتش میگیرد. این مادره، این قدر مهربان شخصیت است مادر. ابتدا ذکر کردم خدا میخواهد مهربانی خود را به وسیله مادر برای من و تو ترسیم بکند. تو میخوای مهربانی خدا را بشناسی، به مادرت نگاه بکن. خدایی که 99 رحمت را میفرسته به اون صحرای محشر یک رحمت را به دنیا میفرستد. این رحمت را در وجود مادر ترسیم کرده خداوند. وقت مادر را این همه مهربان میبینی، خدا چقدر مهربان هست. تو به مهربانی مادر پی میبری به مهربانی ذات پروردگار عالم. اجماعاً صلوات بلند. این اسلام را نگاه بکن، زیبایی اسلام را نگاه بکن، خوبی اسلام را بنگر. زن مادر هیچگاه ارزش خود را از دست نمی دهد. یهودی ها زمانی که زن حیض می شدن و این عملیه حیض به سراغ زنها و مادران می آمد، او را از خانه بیرون می کردن. می گفتن تو نجس شدی، کثیف شدی، ارزش نداری داخل خانه بمانی. از خانه او را می راندن و بیرون می کردن. اسلام می آیه بر زن حتی در حالت حیض ارزش قائل می شود. بر مادر حتی در حالت حیض احترام قائل می شود. یهود زن را از خانه بیرون می کنه که حیضی. اسلام بر زن در حالت حیض حتی بیشتر احترام قائل شده. رسول خدا علیه السلام سردار دو عالم، منبع اخلاق و مهربانی علیه السلام، وقتی که ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حیض می شدن، نگاه کنید محبت خود رسول الله بیشتر اظهار می کردن برای ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. زن با حیض نجس نمی شود. زن با حیض، مادر با حیض خانه را بی تبرک نمی سازد. زن با حیض رحمت الهی از خانه بیرون نمی کند. رسول الله به دامان عایشه صدیقه سر خود را می گذاشتن که ام المؤمنین در حالت حیض بودن و پیامبر قرآن را تلاوت می کردن. سبحان الله، که قرآن باشه در جایی که حتی زن حایضه وجود داره، شنیدن قرآن برای زن حایضه اشکال نداره گرچه خواندنش خوب نیست. و حتی بالاتر از او رسول خدا نگاه میکردن هنگامی که ام المؤمنین آب می نوشیدن، لبان ام المؤمنین رضی الله عنها به کجا گذاشته شده که رسول خدا به آنجا لبان خود را بگذارند و از همانجا آب بنوشند. یهود بودن که حتی زنان را در حالت حیض بیرون میکردن از خانه ها، میگفتن بی ارزش هستید و ارزش نداری. اما سردار دو عالم آمد برای جهانیان نشان داد که ارزش مادر هیچ زمانی حتی در حالت حیض هم کم نمی شود. اجماعاً صلوات بلند. خدا به مادر چقدر ارزش داده.
خدا عادله، خدا همیشه عدل داره، خدا حق زن را پایمال نکرده و نمی کند. او الله روی حکمتهایش برنامه دارد. اگر از مادر چیزی میگیره برای مادر چیزی پس میده. رسول الله میفرمایند که زنها ناقصات دین هستند، عبادت کمتر میکنند، در هنگام حیض زن نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد، زن نماز را قضایی نمیآورد بعد از اینکه از حیض پاک میشود. اما وقتی این مشقت، چون نمیتوانی هنگام حیض نماز خواندن، مادر بسر خیلی مشقت هست، ولی مادر الله مسئولیت دیگری برای مادر میگذارد، تربیت اولادهای. اگر از عبادت در همین مدت 10 روز یا کمتر از او محروم بودی، باز خداوند از این تربیت اولاد مزد نماز تو را هم میدهد. خدا عادله. الله چنین ذات مهربانی هست. اجماعاً صلوات بلند. غربی های امروز مادر را یک موجود پوسیده قدیمی میگویند. شما فلسفه غرب را بخوانید، میگه مادر یعنی پوسیده، یعنی قدیمی، یعنی کهنه، یعنی بدردناخور، یعنی بی ارزش، یعنی خانه تک و تنهایی برای مادر که حتی چهره مادر را نبینیم. اما این اسلامه که میگه به پدر و مادر نگاه مهربانی میکنی، الله ثواب یک حج عمره برای تو میدهد. چقدر این ارزش داره این مادر، این پدر. نگاه کردن به چهرهشان یک حج عمره برای تو داده میشود. سبحان الله. غرب میگه مادر یعنی پوسیده و قدیمی. به این خاطر غربی ها وقت دیدن مادر ارزش نداره، از مادر شدن صرف نظر کردن، گفتن دیگه ما ازدواج نمی کنیم، از طریق نامشروع ارتباط برقرار می کنیم، چون اگر مادر بشیم در دنیای غرب بی ارزش میشیم. نسل غرب رو به کاهش هست. جوانها را بیشترتر امت اسلامی تشکیل میدهند از اینکه جوانهای غربی تشکیل بدن، چون نسل ندارن. و بالاخره به این نتیجه میرسیم که مادر هست که بالاخره زمین سازی میکند، زمینه رو مساعد میکند. غرب جوانهایش همه نابود میشوند چون کمن، به قلت قرار دارن. و انشاءالله به برکت مادر که نتیجه و عواقب از آن پیروان قرآن خواهد بود، چون مادر که امت اسلامی به دنیا می آورد و این اسلام که مادر را تشویق می کند. چون موجودی سبحان الله. آیا دوست داری کسی از خون تو بخوره، از گوشت تو بخوره؟ اجازه میدی؟ اجازه نمیدی. اما مادر این کار را کرد. او جنینی که در درون مادر و در بطن مادر قرار داره از گوشت و خون مادرش میخورد و تغذیه میکند. اگر مادر مهربان نمی بود بچه به دنیا نمی آورد، ست میکرد. اما ما را این مادر تحمل میکند همه سختی ها و مشقت ها را. مادر اجازه میده، میگه اون کسی که در درون من هستی جنین بخور، از گوشت من بخور، از وجود من تغذیه بکن. و وقتی که به دنیا میایی سبحان الله این مادر میداند که فرزند من چرا گریه میکند. این گریه فرزند با من و تو صحبت نمیکنه، اما مادر گریه فرزندش را میداند، زبان گریه مادر میداند. این گریه چی میگه برای من و تو نمیدانیم، اما مادر میداند که این گریه میگه من غذا میخواهم. این گریه میگه مادر مر به آغوش خود بگیر. دانشمندان میگن الله اکبر، اسلام رو بنگر. دانشمندان میگن طفلی که به دنیا میآیه به آغوش مادر بزرگ میشود. مادر دست پر مهر و محبتش را بر طفل میکشد و لمس میکند. و او طفلی که از آغوش مادر جدایه، و او طفلی که دست پر مهر و محبت مادر بر سرش کشانده نمی شود، این طفل نسبت به طفلی که به آغوش مادر بزرگ شده بیشترتر و بیشترتر مبتلا به امراض عصبی می شود.
وساوس به او دست میدهد، شکل دیوانوار را به خود میگیرد. اما این مادر، روانشناسا میگن، طب میگه، دانشمندان کشف کردن این دست مادر که به روی طفل کشانده میشود به صحتمندی طفل خیلی فایده داره و مفید هست. می مادره